بالاخره پرده از رازهای عاشقی زهرا الهام و جمال مبارز برداشته شد. حقایق باور نکردنی عاشقی این دو جوان و زندانی شدن جمال مبارز در کشور استرالیا و کنسرت های بیننده زهرا الهام در شهرهای مختلف استرالیا. برای فهمیدن حقایق بیشتر در این باره بیننده این ویدیوی من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای عضو شدن با کانال من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. زهرا الهام هنرمند جوان، صدای سریله، دختر خانم موفق و یکی از دختر خانم هایی بود که توانسته بود مقام اول را در برنامه ستاره افغان از آن خود کند. زهرا از سن طفولیت علاقه فراوانی به آوازخوانی داشت. وی بزرگ شده کشور پاکستان می باشد و در سن نوجوانی به افغانستان و ولایت زیبای غزنی برگشت. زهرا الهام در برنامه ستاره افغان اشتراک کرد و با حمایت مردم هزاره‌اش و داوران این پروسه توانست مقام اول را از آن خود کند. زهرا آهنگ‌های بیشمار سروده است و آهنگ‌هایی که به زبان پشتو می سرایت بیننده‌های میلیونی از آن خود کرده است. آهنگ‌های زهرا الهام با لیلا خان هنرمند پاکستانی بازدید بیش از 10 میلیون بار در یوتیوب را از آن خود کرده است. زهرا الهام با یک برادرش اکنون در کشور استرالیا زندگی می کند و متبقی خانواده‌اش در کشور زیبای ایران است. زهرا الهام با جمال مبارز هم مسلکش رابطه عاشقانه‌ای داشته است و این روزها خبرهای بیشمار در صفحات مجازی در رابطه به نامزدی زهرا الهام و جمال مبارز نشر شده است، ولی تا کنون حقیقت این ماجرا از طرف زهرا و جمال مبارز افشا نشده است. ولی کنسرت های زهرا الهام در کشور استرالیا بیشتر از 100 نفر بیننده ندارد که همیشه مورد نقد و نظر بیشمار شده است. ولی من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان خواهانم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقمندان زهرا الهام به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.